جار و جار و اینجا را همسایه حق همسایگی داره، اگر چند جور و ظلم هم بکنه، اگر کم کم بی‌تمیزی هم کنه حق همسایگی داره. افسوس صد افسوس که این چیز ای بین رفته است. پیش یک شرم و حیا بود که همسایه بود اینا برای اندک کار، برای جنجالی سگ و پشک، برای جنجالی گودک میخیزن کشتل و کشتل سودبازی و روسیاهی و اوهی همه بزرگان میگن که چون رشته گسه است میتوان بست لیکن به میان گره بماند. همه رشته کند، رشته را اکثر اینا با محکم کردن میشود. میگه هر وقت دست بیاری همون کوکی زدی کون همون گره ده تچری که تو مدن میگیره. یک جنگ جنجال شدی، هر وقت هم دیگر را دیدی هم جنگ جنجال پیشت میآید، با هم دلت سیاه میشود. دیگه او دوستی و رفیقی پیشینه را برقرار کردن نمیشود. مردم بسیار بسیار اندیشه کنید. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. کسی ایمان به خدا و روز قیامت داره هرگز همسایه‌اش آزار نمیده. راوی حدیث حضرت ابو هریره است، در صحیح بخاری اومده است حدیث. هیچ وقت همسایه‌اش آزار نمیده. شخصی که همسایه‌اش آزار میده او اصلا بگیریم ایمانش ایمان کامل نیست. در ادب المفرد امام بخاری اومده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، راوی امت اسلامی، میگن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گروه از صحابه ایستادند، گفتند یا رسول الله این فلان، گفتند فلان زن یقوم اللیل و یصوم الیوم، تقوم الیوم و تقوم اللیل و تصوم النهار و تصدق و تؤذی جیرانها بلسانها. گفتند فلان زنک یا رسول الله این شب تا سحر عبادت میکنه، همه روز روزه داره، خیرات احساناتش حساب نداره، میگه یک کمبودی داره که همیشه همه همسایه‌اش آزار میده، با زبانش حقارت میکنه. حضرت گفت لا خیر فیها هی من اهل النار. گفت یگان خیر نداره، این دوزخی ای، نه قیام شبش فایدهش میکنه نه روزه روز فایدهش میکنه، این دوزخی ای. گفتن و فلانا لا تصلی الا المکتوبه، فلانی گفتن فقط نماز فرضی را میخونه، فقط روزه فرضی را میگیره، و تصدقوا باثوار، فقط همه صدقه میکردن هیچ نمی قروت قاق، و ولا تؤذی احدا بلسانها، هیچ کس به زبانش آزار نمیده. اینمی فقط همین فرض خدا را انجام میده، اما خیر هم کنه یگان قروتک میکنه و نه که هیچ کس آزار نمیده. حضرت گفت هی من اهل الجنه، این زنک جنتی ای. همسایه ای که حق داره. سبحان الله. حضرت امام اعظم ابو حنیفه را در مناقبش اومده است، در همین کوفه در همسایگیش یهودی بود. این یهودی ها همین کورای انتری روک میکنند، خصوصا اگر بینن که زیانش به یک مسلمان میرسه خورسخت و اهمیت نمیتن. حاجت خونه را روکی بعد کنده است، براش برداشته است، پرشیده ای همین طرف دیواری حضرت امام یک کمی همون شکوفی پیدا کرده است، همون نجاست ها می اومدیم به همون طرف. این حضرت خیلی نجاست هیوخی همونجا یک تقوره را می اومده یک ظرفه بود، از بس که مقصد که روز ببیننش خیلی خجالت بشود، پیش از نماز فرض بندود شب بعد خفتن همون تقوره پرشیدگی نجاست هم میبرده است میپرتفته. یا شب همون خب دم گرفته برده است که یهودی از کجای میوید. میگه حضرت این چیه بوی بزیب دارد؟ میگه نجاست ای تو توالت نداری حضرت؟ میگه دارم. این چیه اگه این میگه ای توالتی تا ای باورش نمیشود، میورن نشانش میکنه که اینم میگه که امجا سیرویت کرده، امجا میگذارم. و میگه چند مدت چیدی کن؟ میگه 10 سال. که 10 سال طاقت کردی نگفتی، دعوا نکردی؟ او در هم قاضی را که اگر مراجعت میکرد اینا مجبور میکردن که حجت خونه تا محکم کن یا جای دیگه بکن. همین 10 سال ده چی نگفتی؟ برای چی؟ میگه پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم گفته است که همسایه حق همسایگی داره، اگر چند جور هم کنه تو حق همسایگی داری. همین یهودی میگه اسلام آورد، مسلمان شد. سبحان الله.
همین رفتار و کردار ما نیک باشد دیگر مردم ببینن اما مسلمان میشوند. نگی بخیزی قطعی همسایه داریم برای اندک کار حقارت دست به گریبان و سیاست وی کجای جوان مردید میمونن. مردک باید مردک باشد. همین کسی که حق همسایه را میشناسه خداوند حقی او را میشناسه. در کلمین ده اکاو دودار جنجالی دودار اکرا جا ندوده است، راه ندوده است. راه محکم کرده است گرفته است، او راه ندوده است. اینجا این حاجی علی جان مشتگی علی جانی نمی دوداری حاجی خیردین هایی این همی در همسایگیشو زندگی میکنه. این همی دو دستش مردک راه یعنی اکاو دودار همدیگر را ندودن. دودار در اکا ندوده است. همسایه خوب اول میگن همی خشتباری دور خوبه. همسایه خوب همی خشتباری نزدیک هم اگر نوشگریش حقی خشتباری را ندونه خوبه. این گرفته از دو دستش. نمیده جوان مردی میگن مسلمان به همین زیبندگی داره. ولی در کتابه اومده است کتاب شفعه میخونند. یعنی در تمام کتابای فقهی هست در جمله در همین مختصر الکویان هم شفعهش چیه؟ حق همسایگی. اگر مبادا یک آدم خونهش فروختنی شد اینا حاجی خیردین از ذوقش کردی در سنتر خونه بگیره این خونه را فروختنی هست همسایه‌اش نگو یک بیگانه در همین خونه را فروخت در صورتی که همسایه‌اش میخواه همین خونه را خریدن با همون نرخ روزی بخره. همسایه حق داره که برای انمو ترگ او را رسترگت کنه و خودش بخرش. لام گفته نمیتونی. ببینه حتی تو نمیخوایی نمه همسایه در بفروشیش یکون رفیقی بزرگ را در فروختهش همسایه میان میزنه میگه خونه را به همون نرخ. اسلام اینه که حقوق همسایه را برداشته است. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت انا لا يستقيم ایمان احد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ایمان هیچ شخص کامل نمیشود تا زمانی که دلش مستقیم نشود. دل هیچ وقت مستقیم نمیشود مادام که زبان مستقیم نیست. ولا يدخل الجنة احد لا یأمن جاره بوایقه. شخصی که همسایه ها از آزار او خلاص نیستند از دستش آزار میبینن و شکایت میکنن هرگز داخل جنت نمیشود. ولا يدخل الجنه جای او جنت نیست. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان حقیقی شخصی را میگن که مسلمانو از دست زبانش آزار نمیبینن ای دست زبانش امینن. مسلمان که ای دست زبانت آزار دید وای به حالت که تو مسلمان حقیقی نیستی. در مسئله حق بسیار احتیاط کنی بچه‌ها. حضرت گفت جبرئیل علیه السلام میگه بار همین قدر به تاکید درباره حق همسایه گپ زد که من گمان کردم که شاید یگان آیت نازل شود و خداوند همسایه را میراثبر همسایه اعلام کنه. توی درجه را همسایه حق داره. همین قدر میگه به تاکید گپ زد که خیال کرده که شاید یگان آیت نازل میشود همسایه دیگه ای بعد حق همسایه را میگیره. یه همسایه اگر به شرطی که جوان مرد شای آدم خوب شای او را در حقت خوبی میکنه. همین خیلی کم و تدین و تدان چخیلی تو معامله کردی با هم خیلی معامله کرده میشه. بدم سعی کنی همین حق همسایگی را پایمال نکنه. برای یک شاخکی درخت برای یک جنجالی گودک برای یک سگ پشک مرغ در حولی دور اومده است خورا سوخته 7 پشت همسایه را حقارت میکنه برای هم مرغ. یه چی جوان مردی میمونه آخوی. اما این مسئله را بسیار احتیاط کنیم بچه‌ها. اسلام قاعده بسیار زیبا و خوشی رو داره. همسایه را احترام میکنیم. یک مکتبی امریکا بودم و برام شهری دالاس در مکتب یک دخترکی نصرانی میخونده است و سبب شخصیدیم که برای چی جد تحصیل میکنه که مسلمان نیست. گفتن در همسایگیش یک عائله مسلمان بوده است. همین قدر آداب و اخلاقی نیست. او همه حق همسایه را خاله جان، عمه جان، عمک جان، ببی جان همین خیلی مقصد جان قطعی و به یک مقصد احترام قطعی رفتار میکنن. ذوق داده است همین پدر و مادر یعنی دخترک گرفتیان آوردیانش که
ایرا مکتبی همه امریکاییش بریم فقط فکیو یاد بگیرم نگاه گپی خوب جای یاد نمیگیرم میخواهیم که همه ولی به ادب شود انا مسلمانو به همه افتخار میکنن انا همه افتخار های مسلمان با مسلمان باید دوست باشه آخی همین خیلی همین شیطنت یهود هم که اثر مکرده است که دیگر نه اکاو دودر با هم دیگر سوزن نه حق همسایه با هم دیگر سوزن نه دیگر رابطه خیشتواری در بین مونده است نه یه حرمت احترامی کلان و خرد مونده است همه اوستا همه نشانه‌های قیامت هم اگر همین خیلی رفتن گرفت لا تقوم الساعه الا علی شرور الناس قیامت قایم نمیشود مگر بر همین بدترین مردم آنها کسایی که حق همسایه را نمیشناسند حق خیشتوار را نمیشناسند احترام کلان ندارند یک محبت غمخوری خرد ندارند مسلمان باید مسلمانی را اثبات کنه با حولا گفتن دهن شری نمیشود با هم یک الحمدلله مسلمان گفتن که مسلمان نمیشه با شرطی که شرط قیدا را رعایت نکنی پروردگار از جمعی بلا و گزند و حفظ میکنه و خداوند غیرت و همت ممتکی چجوری حق همسایه حق مسلمان پایمان نکنی مسلمان قدرش بدانه قیمتش بدانه و پروردگار با دعواهای ایمانداری مستقیم بدن برای نصیب ولی شما درباره جن تصورات ندارین برادر عزیز حالان که در قرآن مخصوص به نام جن سوره آمدگی است و الله در قرآن و من خلقت الجن والانس الا لیعبدون میگوید ما طایفه مردم و طایفه جن خلق کردیم آفریدیم تا که پروردگارشون عبادت کنند نمی چگونه که شما خدا را عبادت میکنین جنها هم خدا را عبادت میکنن چگونه شما زن دارین فرزند دارین جنها هم زن و فرزند دارن از این خاطر از عالم جن شما بی‌درک هستید لیکن اونها در حالتی که آدم بسیار از ذکر خدا دور شود در شما وارد می شود یا آدم غضبناک می شود در شما داخل می شود یا آدم وقتی شهوتش بسیار داشتن می تواند این حالت هم در شما وارد می شود یا حالت های زنا حالت های عرق نوشی این حالت ها در جنها در شما وارد می شود